درود دوستان ارادتمندم، خوش اومدید به این ویدیوی دیگه از فورزا هورایزن 5. امروز ما در خدمتتونیم با بررسی یه ماشین فوق‌العاده دیگه از ماشین‌های BMW. قبل از اینکه بریم سراغ بررسی این ماشین حتما از من حمایت کن، ساب کن و توی کامنت ها حتما بهم بگو که ماشین بعدی چه ماشینی باشه که من اون ماشین رو بررسی میکنم و اگه خوشت اومد حتما از این ویدیو حمایت کن. خب میریم سراغ BMW افسانه‌ای. چیزی نیست جز BMW M3 GTR. این ماشین از مشخصات فنیش بخوام براتون بگم، یه موتور 4 لیتری V8 داره با اسم کد موتور S54 که 400 دسته بخار رو به ما میرسونه. که از این ماشین فقط 14 نسخه تولید شده و نسخه M3 GTR سری مستفانتید یک عدد تولید شده که اونا توی موزه BMW است. اگه فیلماشو دیده باشین، این ماشین موتورش از یه افان 10 سیلندر گرفته. یعنی موتور افانو 4 لیتریش کردن، 8 سیلندرش کردن، کوچیکترش کردن و ساختن فقط برای اینکه BMW پورشه رو از پا در بیاره ببره. ماشین اتفاقی هم افتاد. 10 تا مسابقه از 70 رو توی سال 2001 بود. این ماشین هنوز که هنوزه جزو خاص‌ترین ماشین BMW به حساب میاد. چرا؟ چون گیربکسی که توی این ماشین به کار رفته این ماشین رو خیلی خاص میکنه. گیربکس که توی این ماشین به کار رفته برخلاف گیربکس های دیگه که بهش میگن هلیکال، چنین چیزی توی ماشین نیست. گیربکس این ماشین استریت کات گیر است، یعنی دنده رو به روی دنده قرار میگیره و برعکس هم حرکت و این قدرت خیلی بالایی به موتور میده. یعنی که هر چقدر RPM بیشتر باشه قدرت ماشین رو میره بالاتر. دیگه بریم دیگه سراغ تستاش. خب دوستان، الان میخوایم ما بریم سراغ تستایی که اینجا داریم. تست تاپ اسپید 0 تا 100 و ترمز هستش که در آینده انشالله تست هندلینگ رو هم ما اضافه میکنیم. بریم واسه تست هایی که داریم ازش بگیم. اولی تست هم که میریم سراغ تست 0 تا 100. اینجا ما تمام اسیستا رو خاموش میکنیم. استرینگ رو میذاریم روش، سیمولیشن، ترک کنترل آف، دنده رو ما میذاریم روی منوال و آنتیل بریکینگش هم که آف دیگه. لانچ کنترل رو هم ما آف میکنیم و بله سیف. بذارید دنده کشین رو تست کنم. خب با این دنده کم میکنه. خب اولین لانچ که ما داریم لانچ با هرزه. میریم واسه لانچ با هرز و بدون هرز. 1 2 3. تا رو میزنه. میریم واسه یه لانچ بدون هرز. 1 2 3. اینجا می‌بینید واسه و همین رو میریم واسه تست تاپ اسپید. دنده 4 رو پر میکنه، 230 تا رو پر میکنه. میریم واسه دنده 5.
260 رو پر میکنه. 272 تا میره واسه دنده 6. یه معکوس. تا رو پر میکنه میره واسه 275 تا دنده رو عوض میکنیم میره واسه دنده 6. 280 283 284 رو میزنه. 284 تا رو ما برای تست تاپ اسپید در نظر میگیریم. اینجا میزنیم ترمز 3 2 1. فاصلش اینقدر شد، اینقدر طول کشید که برسید به اینجا. اونجا خط هم نداره دیگه. همینو میره واسه تیونینگ. خب از اونجایی که من قبلا خواستم این ویدیو رو بگیرم و گرفتم و وسط ویدیو کامپیوتر رفت رو حالت صفحه مرغابی، اینها سیو شده بود. یعنی تمام این کارهایی که ما کردیم سیو شد. اول از همه میام سراغ موتور. موتور فابریک چنین صدایی رو میده. موتور 6.2 لیتری 8 سیلندر یعنی V8. قشنگ صدا آمریکایی میاد، صدا کوربت میده. میره واسه 5.2 لیتری V10. این صدا M5 E60 میده قشنگ. و ریسینگ 3 لیتری 6 سیلندر توربوی خطی. 430 است و بخار از فابریکش بیشتر اونه. قطعا ما همینو برمیداریم. میریم واسه ارتقا. انجین سیستم سیستم سوخت‌رسانی و ما تمام ریس میکنیم. AGINT نه همینی که اینجا نوشته اینم ریس میندازیم. والویزش هم ریس. بلوک سیلندر رو هم ریس. توربو فابریک این صدا رو میده. صدای واقعا قشنگ و راضی کننده ای داره توربو فابریکش هم. اسپورت توربو. ریس توربو. این ریس توربو بود. و حالا اینم واسه طرفداران آنتیلک. قطعا ما ریس توربو رو انتخاب خواهیم کرد. میریم واسه ترمز ریس. پنربندی دریفت یعنی تنظیم ارتفاع ماشین به حالت دریفت. آنتی رول بار دریفت. اینجا ما رول کیج هم میندازیم و 128 کیلو سبک سازی میکنیم. میریم سراغ درایو لاین. کلاچ ریس. ترانسمیشن هم ریس. درایو لاینش هم 100% ریس. و میرسیم به دیفریشن یعنی همون دیفرانسیل هم ریس میندازیم. و حالا اینجا ما برای اسپورت کردن اینها چیز خاصی نداریم، فقط یه باله داریم که اونم من همینو میندازم.
چون ما در آخر یه کارایی انجام میدیم که بعدا میفهم. خب اینو ما قبلا انجام داده بودیم، الان همه رو نصب میکنیم. و خب کاری که قرار بود انجام بدم اینجا اینه. اینجا طرح نیت فور اسپید متفانتد ما روی این بی ام دبلیو ام تی جی تی آر میزنیم. و خب دوباره میریم برای تست. این شما و این بی ام دبلیو نیت فور اسپید توی فورزا. میریم برای تست با هرز. 1 2 3. اینجا می‌نویسیم همین رو میریم واسه تاپ اسپید. دنده 4 220 تا رو پر میکنه. 300 تا رو به همین راه ماس پر کرد، مثل ماس پر کرد. 300 تا رو 370 تا. خب با همون 370 تا تاپ اسپید این ماشین رو در نظر میگیریم. میریم واسه تست ترمز. کجا هست؟ همین 200 تا رو میذاریم واسه ترمز. 3 2 1. اینقدر ثانیه طول کشید تا برسه به از 200 کیلومتر برسه به 0 کیلومتر. و واقعا هم حرفی برای گفتن نذاش. ترمز خیلی خوب و قوی عمل کرد. واقعا ترمز خیلی خوب و قوی عمل کرد. و اینکه اگه شما نسخه فورزا هورایزن 5 تون آپدیت باشه میتونید از توی بخش دیزاین، یعنی توی بخش جایی که میرید ماشین ها رو رنگ میکنید، اونجا بخش داره مثل بخش دیزاین. از اونجا اگه به اینترنت متصل باشید این طرح‌ها رو میتونید واسه ماشینتون بندازید و انتخاب کنید که من قبلا چنین کار رو کرده بودم و به خاطر همین از قبل تو سیوام مونده بود. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. شب و روزگار خوش.